سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. شب یلداتون پیش مبارک. امروز چند تا کار خیلی خوشگلمون رسید از این نمد و کچه‌ها، خواستم که به صورت فیلم بهتون نشون بدم. الان اینا رسیده، یه کار زمینه خیلی قشنگه از پشم و الیاف طبیعی، پشتش هم چرم شتر قابل شستشوی. شما میتونید کاملا بندازید تو ماشین لباسشویی و بشورید، هیچ اتفاقی براش نمیفته. در مورد اون پوتین هایی هم که از کچه و نمد ساخته شدم همین واقعیت صدق میکنه، یعنی که شما میتونید تو برف و سرما ازش استفاده کنید. و یه خاصیت دیگه هم که داره، خاصیت درمانی داره برای کمردرد، پادرد و کسایی که کف پاشون میخشه میزنه، کاملا مؤثر و مفید هستش. و اینکه میتونید در برف و سرما و باد و بارون ازش استفاده کنید، هیچ اتفاقی براش نمیفته. یکی از کارهای خوشگلمونه امروز رسیده. یک کار مردونه خیلی شیک داریم. اینو داره میره استرالیا.